طورت خوش اومدید ویدیوی جدید. آقا بعد از مدت ها اومدیم. کریرمون اصلا یادمون رفته بود 2 هفته است که کریرمون رو انجام ندادیم. همونطور که میدونید پس از یه فصل خیلی خوب و آمار نسبتا خوبی که داشتیم در منچستر سیتی باقی مونیم و قراره که این فصل رو ما هم بریم تموم کنیم. لایک ویدیو اصلا فراموش نشه، کامنت سابسکرایب هم که یادتون نره و بریم که بتره کنیم دیگه. لیتس گو. خب با منچستر یونایتد بازی داریم حاجی. اوه 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 خطرناکه این بازی. وای یه موقع خطرناک. فرصت هست همین ابتدای کار، یه ضربه میتونه گل بزنه و خیلی راحت دروازه رو با تبلیغ. مگه کریرم تبلیغ داشت بچه‌ها؟ دیگه همه چی تبلیغ شده، دنیا کثیف شده. Let's go. بریم سراغ بازی بعدی با لستر سیتی یا چلسی. احتمالا چلسیه. آره چلسیه آجی. برو بریم. یه پاس اولی برای اموس. خود اموس بره چندین نفر سیف کرد. دروازه‌بان ریواندش اونجا میتونه دروازه باز شه. یه بار دیگه یه فرصت هست و آچ سرمون چیا وای من فکر کردم فریه. نمیخوام آقا نمیخوام. نمیشه آجی. وای چرا من فکر کردم فری؟ این چه بازی مزخرفیه؟ این چه بازی خداییش؟ قدیما بازی ها چی بود؟ این بازی ها چیه؟ مرسی. عالیه واقعا. این چه سمیه بازی به این شروری. عالی. کسی رفت اینو بازی کنه خداییش؟ خب گرفتیم الان ریواردمونو، ولی خب دیگه نه حواسمون باید باشه. یا خدا دیگه اینو گل کنیم دیگه. بنازم توی دروازه باز شد. آرپیچی آقا با توجه اون تبلیغی که آورد واقعا ایول شد و عالی. الان دیگه فکر کنم اوکی شد. نت هم روشن بود اون موقع. الان دیگه بستم و تبلیغ نی راحت میتونیم. عجب جوی درست کردن طرفدارای سیتی. آخرین فصل ما در منچستر سیتی. یه ضربه دیدنی و عجب سیوی کردن سرویس. آهان حالا ای بگیر فرصت. یه ضربه خطرناک و توی دروازه دروازه باز شد. یه بار دیگه یه موقع خطرناک دیگه. فرصت. یه ضربه. وای چجوری اینو گل نکردیم؟ فری چند سایمون داد. این دیگه باید بره تو گل و میره و 2-0. برو بریم حسین امپوس. ایزی وینمون شد. بریم سراغ اوه انگلیش فینال با وولورهمپتون. میتونیم جام کسب کنیم یا نه؟ باید که 2-0 عقبیم. دقیقه 21. وای یه پاس خطرناک. میتونست بهتر از اینو پیش بره. ای بابا چرا اینجوری میچرخه؟ خب نمیتونم خوب پاس بدم دیگه. حالا آقا یه پاس معذرت و توی دروازه 2-1 میتونیم کامک بزنیم آجی و یه سود انجام میدیم و بنازم. خلاصه یه پاس دیگه. فرصت. کاپیتان سیتی ساند بخوام کنم آجی. ساندوی دهانه دروازه. یه ضربه سر خورد به خودم. باورم نمیشه. فشار نمیخورم دوستان. بزن. یه خداییش خاک تو سرت گل نزدین. من بودم اینو زده بودم تو گل ناموسن. یه بار دیگه فرصت. خب همینو بزنم. نمیشه. نه نمیشه. فکرم میشه. یه پاس دیگه. یه ضربه و توی دروازه. چه گل قشنگی رو میزنه این بازیکن. حالا یه موقعی دیگه هست میتونه اونجا بچرخه. میتونه ضربهشو بزنه و ناموسن بزن توی دروازه. گل. 3-2. وای نبازیم. ای شت باختیم دوستان. فشار نمیخورم اصلا. با لستر سیتی بازی داریم حاجی. لستر 0-0. وای گل نخوریم. یکی که دقیقه 56. یه چرخش تو بلند میزنم. ضربه سر. موقعیت. فرصت خطرناک. یه ضربه و گل نشد. باور نکردنی بود این توپ گل نشد. دوباره همون نقشه. نه این دفعه دیگه رکب میزنیم. خاک رو سره. چون نگرفتی.
بگیر الان دیگه. آهان زمه سر، یه موقعیت خوب، فرصت در اون شلوغی پاسو میندازه. حالا یه موقعیت خوب، بزن ضربه رو و نه خبر، یه گل زدنی. فری چانس، عاشق این فری چانس هم. چجوری گند زنم توش، ببین چجوری گند زنم توش خداییش. وای حاجی، بگیر واسه تو عجب پاسی انداختم خدا وکیلیش. عجب پاسی میندازه این انفوسه. آقا و چه گل قشنگی. 2-1 ایزی. ببین خیلی راحت خداییش. این ریشه هم دوست دارم. بریم ریشه رو بزنیم. نشنال تیم هم شدیم شماره 10. بالاخره یه شماره خوب به ما دارن تو این تیم ملی برای 10 سال. بیار که ببینم. این چه ریشیه؟ ریشه سیاه مگه نمیشه؟ What the fuck. این مدل مو خدایی دوست دارم ولی با این ریش که اصلا نمیاد. سگ این ریشه رو میزنه. آقا ریش سبز میزنیم. ریش سبز. کوارتر فاینال با قطر. برو بریم. آچ رو سرمون یکی چقبیم. بعدم بهتون پاس میدم. برو تو هم کاپیتانم خودم آجی. لیتس گو. بالاخره دیگه برای 6 سال بعد کاپیتان ایران باشم دیگه. حالا بابا چیکار میکنی داداش؟ داری چیکار میکنی با توپ؟ یه پاس. حالا خود اموس فرصت داره. حسین اموس برخورد داره میشه. یه بار دیگه ریواندش. فرصت دیگه. یه پاس اموس. بزن دیگه. حالا یه چرخش توپو گرفت. این دروازه‌بان توپو گرفت. اموس برو. یه سرعت باور نکردنی شماره 11 تیم ایران. گن زد تو توپ. مرسی. امروز کنترل بدی داشت. میخواست همینجا بزنم بره تو گل. میگی نه نگاه کن. البته دیگه خیلی نزدیک اومد ولی توی دروازه. 1-1 مساوی در دقیقه 42. شماره 9 ایران. یه پاس. یه سان در دروازه. یه ضربه سر توی دروازه. 2 دقیقه 90. امروز قافیه رو نمیوازه ایران به قطر. منچستر سیتی در مقابل برنلی. یه پاس خطرناک، یه چرخش و یه گل دیگه. 1-0. حسین امروز این فصل هم داره آقایی میکنه تو پرمیوم لیگ. وای برس. نه البته من کاپیتان نیستم، من شماره 11. مرسی. یه لحظه بگم کاپیتانم. یه پاس. کاپیتان عوض شد. من نمیدونم دو فاز شد. آن داخل سیتیه. داخل ایران کاپیتان بودم ولی داخل سیتی نیستم. چی فکر کردم با خودم برسه. خب گل رو زدیم. از امروز تغییر داده شد به یه نفر دیگه گل. حالا یه پاس خیلی خوب. حالا یه موقع خطرناک. وای سخت شده ذره. تو گرفت شماره 2. گن نزنی تو توپ. یه پاس عالی. فرصت هست امروز. نه بابا. یه فری چانس بده خداییش. خیلی این مرحله داره سخت و سخت‌تر میشه. بیا برو شماره 11 یعنی امروز صاحب توپه. میره رو به جلو. یه فاز خوب. یه موقع خطرناک. فرصت خطرناکیه و توی دروازه. گلو به ثمر میرسونیم. یه پاس دیدنی. وای حاجی نه. دوباره فری چانس بده. خواهش میکنم این دفعه فری چانس بده. 3 دفعه تو این مرحله مزخرف گیر کردم. باورم نمیشه. یه ذره آرومتر میرم پاسو برس دیگه اموس. آهان باورم نمیشه چجوری اینقدر بد زدم. خیلی دارم بد میزنم اینا رو. و یه دونه شده سرکش توی دروازه. 1-0. امروز رو خیلی قشنگ باز کرد. حالا یه پاس خوب. فرصت. شماره 12 تیم فوتبال منچستر پاسو میندازه برای امروز با یه ضربه سر. میتونه بابا ولم کن بگیر. حالا فرصت میکنم برات بزن داداش. توف تو ذاتت انقدر پاسکاری میکنی آخر جن میخوره توش. و بالاخره حاجی دیگه مرحله نشته باش. خدایی پاره شدم بنازم. 2-0. بالاخره قفل این لعنتی شکسته شد.
با آرسنال. به به، بریم که آرسنال هم در هم بکوبونیم دیگه. یه باز اولی عجب پاسی داد خداییش. کی بودین؟ خیلی قشنگ دارم. باز 2-0 بنازم، اینم راحت. او با عمان افتادیم تو کوارتر فاینال. بریم که عمان رو در هم بکوبونیم. یه پاس. آها عجب حرکتی. برو بریم. میرسی به توپ. لتس گو. حالا امحوس رو میندازن. نه امحوس نیست. خب چرا باید این وری پاس بدی؟ برو رو به جلو، فقط برو رو به جلو. یه سام دیگه شم برای امحوس. هیچکی نی جلوش. و تو بگیر الان جای میگیره. یکیش. امحوس گل اول برای تیم ایران به ثمر میرسونه. یه موقع دیگه فرصت برای ایران. فرصت برای ایران توی دروازه. 2-0. زمین هم بوس میکنه. شماره 11 تیم. نو فرصت. نه تو لو ندیم، فقط خدا کنه تو لو ندیم. چقدر قشنگ زدینو. میاد بغل کاپیتان تیم ایران. 3-1 عمان رو میبریم. میتونیم با یه قهرمان لیگ ملت‌های آسیا بشیم یا نه؟ بازی با تاتنهام بازی 100% سختی داریم. یه موقع دیگه فرصت. باسکاری. اینجا توپ رسون برای امحوس. خود حسین امحوس صاحب توپ میتونه دروازه رو به همین راحتی باز کنه با چرخش. پاسو نه، چقدر بد دادم پاسو. وای. میذارم تو. برو جلو. شماره 10 امحوس. او من چرا با تیم ملی قاطی میکنم اینو؟ حالا خود حسین امحوس. کاش شماره جفتمون 10 بود دیگه، خیالم راحت بود. یه پاس. امحوس تک به تک با دروازه‌بان و توی دروازه. خدایش این پسم خیلی گل زدیم. دقیقه 71 تاتنهام هم بردیم. عملکردمون فوق‌العاده داره پیش میره. اوکی اینا هم داد. سمی فاینال چمپیونز لیگ با اینتر میلان. اوه بریم که داشته باشیم. یه ضربه بیرون اوه یا خدا حاجی چه گولی زدم. چند 1-1. وای خدایشون گل حیفه. حروم شد. بیا برو سریع بزن گل دوم. وای. امحوس پاس انداخت. یه ضربه بغل پا و تمام. 2-1 و میبریم. بذار گل اول رو ببینیم. خداییش چقدر قشنگ بود این گل. اوه بازی بعدی این تیم نمیدونم چیه. لندن بیار چیه بچه ها؟ اگه میدونید بگید داخل کامنت ها. یه پاس. فرصت. امحوس. نباب. آره من بودم. خودش حسین امحوس صاحب توپ. یه ضربه از همون فاصله. ریوانش و گل. و گلی که به ثمر میرسه. ایزی 1-0 بردیم بازی و همینجوری داریم میبریم. من با لیورپول بلو چه سهمیه؟ مثلا نمیدونم چه تیمی هست. خداییش نمیدونم. آفسایدم نبود و گل. همه رو داریم آجی میبریم. بنازم خوشحالی. هالند هم میره. این مثلا الان 30 سال بعده دیگه. نه 30 سال بعد که سخت باشه. مثلا 10 سال بعده. 10 سال بعد تیم سیتی منم دارم نجاتش میدم. تو اوج بازیگیم یه موقعیت. وای بگیرید فقط. نمیخوام. شت اشکال نداره. هان اینجوری باید به سانتری تا ریوانش بیاده و توی دروازه چه گولی زد. شماره 10. چرا من پایین رو ببندم؟ بنده شد. به من چه؟ ناموزم به من چه ربطی داره؟ آجی چند دقیقه ویدیو گذاشت نمیدونم. فکر نکنم بتونیم فصل رو کامل کنیم. حالا بزنم ببینم مرحله چندیم بعدش. یه واسه عالی. فرصت. شماره 22 و یه گل دیدنی. تموم کن دیگه. 2-0 اوکیه. به خدا که اوکیه. 2-0 حاجی نرسه پاس بدبختم. حاجی بگیر. آهان امحوس چی کار میکنه؟ نجات میده منو و 3-1. خب بردیم اینو دیگه. بذار ببینم مرحله چند دقیقه ویدیو گذاشته هستن. دستم نیست تایم. خب زیاد نمونده. بذارم چند دقیقه گذاشته. اوکی بابا اوکیه. میریم تمامش کنیم این فصل رو. آفساید پاس برسه. میرسیدم آفساید مطمئنم. پس پاس نمیدیم. الانم پاس نباید داریم. همین رو بزن. خب چرا میچرخی اونور که کار سخت‌تر شه؟ واقعا درک نمیکنم. امحوس یه چرخش دیگه. آخرین بازیاشو داره برای منسیتی انجام میده و یه گل قشنگ رو به ثمر میرسه.
1-2 و قهرمان لالیگا شدیم. قهرمان لالیگا، قهرمان پریمیر لیگ میشیم. بنازم واقعا عالی، خیلی نایس. و بریم که داشته باشیم بازی بعدیمونو، فینال با اتلتیکو مادرید تو چمپیونز لیگ. آیا امروز میتونه هم پریمیر لیگ هم چمپیونز لیگ رو در یه فصل کسب کنه یا نه؟ یه پاس فرصت نشد، سانت خوبی نبود، یکیچ عقب. دقیقه 66 گل مساوی و خود امروز به ثمر میرسونه. 67 دقیقه آی شیت 3-1 آجی. وای به کی واسه گل نمیشه. گل تو رو خدا یه تایم دیگه من بره. و نه متاسفانه نشد که بشه. چمپیونز لیگ رو نتونستیم کسب کنیم. گروپ استیج با استرالیا. او بازی سختی داریم نمار استرالیا آجی. برو بریم. این چه پاسی بود؟ چه تکری زد آجی. چی باس برم؟ ای بابا چه اینجوریه؟ خیلی زاویش بده خداییش. بیا تو رو میرم تو هم. برو بگیر دیگه. بیا اصلا میرم به این. والا از اول باید همین کار میکردم. دوباره فرصت و امهوس یه واسه تومه عالی میندازه برای شماره 7 تیم ایران و قدر این پاسو میدونه و دروازه رو باز میکنه. 1-1. اولین بازی مساوی شد. نتیجه خیلی بدی هم نیست انصافا. بازی بعدی ما فلسطین. چه پرچم ایران با فلسطین بازی داریم آجی. 0-0. باید یه گل بزن خدایی. من بخواه 2 تا ببریم فلسطینو. یه موقعیت خوب، یه پاس خطرناک، فرصت. ای شت. آهان یه پاس دیدنی و توی دروازه چه گل مفتی میزنیم. یه گل مفت. 1-0 همچنان. یه پاس دیگه. فرصت هست. و گل دوم فلسطین. یه فلسطین اومد. ای 2-0 بردیم. ناموسا باید بیشتر میزنیم خودش. بازی ولی سمی فاینال با سوریه، نیمه نهایی. سوریه چجوری تا نیمه نهایی اومده من نمیدونم واقعا. باس برای امروز در تیم ملی ایران و یه گل شوت موشک تور امروز. دروازه باز شد. یه سانتر آفساید هم نیست. امروز دبل میکنه یا نه؟ دیگه کاپیتان باشی و دبل نکنی سخت بشه واقعا. یه بار دیگه یه فرصت. تو رو خدا حرام. 2-2 چجوری 2-2 شد؟ وی لو ندی جون مادرت. آجی تقصیر من نیه اگه لو بره. 2 ساعت با توپ داره بازی میکنه. وای بره تو گل و 3-2 تمام. به فینال صعود میکنیم. به فینال آسیا. بریم با عمان. فینال با عمان دیگه سخت بشه واقعا نبریم. اگه چمپیونز لیگ هم میبردیم واقعا عجب بهترین سالمون میشد خداییش. البته اون سالی بود که جام جهانی رو بردیم، چمپیونز لیگ هم بردیم، اون سال بهترین هم بود. خب یک جو زدیم امروز و تمام قهرمان میشیم. به همین راحتی قهرمان شدیم. اوکی. بریم ببینیم فصل بعد قراره کجا بریم. حاجی فصل بعد یعنی کجا قراره بریم؟ اوه من سیتی که سختش بمونم. اینتر یعنی آسه میلان احتمالا برم. شد تیمای شروبری پیشنهاد داره. اوکی. آسه میلان رفتیم حاجی. با شماره 99 میخوام برم. برو بریم. شماره 99 قرارداد جدید امروز با آسه میلان دیگه. یه 30 هم باید عوض کنیم دیگه. پس برای یه ویدیویی بعد شد ببینیم با آسه میلان چه کار قراره کنیم. موام میخوام اینجوری کنم. چی موی سم ریش میشم خبری نیست. میخوام جوون شم. یه چش نزدید ما رو. میخوایم جوون شیم بذاره. عجب قشنگ شد خدایش. برو بریم آقا. امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو لایک کنید تا ویدیو بیشتر وایرال شه و دمتون گرم تا این ویدیو جنجالی مولای دیگه. پیس.